در شهر پشاور مرکزی ولایت خیبر پختونخوا پاکستان روز شهیدان را با نینوازی و طبل زدن گرامی داشتند. در روز شهیدان خاطره ماموران پلیس را گرامی می‌دارند که هنگام ادای وظیفه کشته شدند. بنا به آمار رسمی در ظرف 7 سال گذشته بیشتر از 1500 مامور پلیس در نتیجه بمبگذاری و حمله‌های مرگ طلبانه و تیراندازی‌ها کشته شدند. اما بعد از آغاز عملیات ارتشی پاکستان به ضد تندروان در وزیرستان شمالی در ماه ایونی سال 2014 هلاکت افسران پلیس از آن زمان تا کنون در این منطقه کمتر شده است. حدود 30 نفر از اعضای گروه تندرو ملیت‌گرای جبهه راست در اوکراین روز 3 اوگوست به قرارگاه جبهه مخالفان در شهر خارکوف واقع در شرق اوکراین حمله کردند. نیروهای امنیتی با وجود حضورشان در این محل به این حادثه دخالت نکردند. جبهه مخالفان میراثبر حزب مناطق رئیس جمهوری برکنار شده ویکتور یانوکوویچ است. ماشین حزب را که در پارلمان 29 کرسی دارد شکستند. جبهه راست گفت که فعالان گروه علیه ثبت نام داوطلبان نامزدهای جبهه مخالفین به مقام وکیلی در مجلس محلی اعتراض داشتند ولی خشونت را آنها آغاز نکردند. در مکدونیا در نتیجه سیلاب‌خیزی و یرچ در نزدیکی روستای تیتاوا 4 نفر کشته شدند و 2 تن دیگر بنشان شدند. از جمله 2 کودک هم جان خود را از دست دادند و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. سیلاب‌خیزی راه و خانه‌ها و مال و ملک مردم را ویران کرد و راه بعضی از روستاهای مکدونیا را کاملا قطع نمود. سیلاب‌خیزی بعد باران و ژاله‌های شدیدی روز 3 اوگوست شروع شد.